بابای غفور آخرم سنم کجا داری؟ یک تا میخورید یک تا دیگر برای همه کسا میخوریم ها؟ ای خودی تو کی؟ ها تو هنرمندی بود که مجموع هنرها را در خود مرحمت تجسم میکرد. اون رو خدا برای ما آفرید که اون طبع ما را خوش کند. 5 ساله ای مادر میمونه، بعد مادری ما کلانش میکنه. با هم در یک پرتم میشتیم، با هم می اومدیم، با شبا با هم درس تیار میکردیم. همان دوره در تئاتر کلوب کار میکردم. دانشجوها را من دوست نداشتم همه را، لیکن مناسبتم با УБАЙДУЛЛО РАⵛабов دیگر خیلی تر بود. گفت مادر من نیست، مادر من کیهو مردگی، مادر من شمویده. بعد همجا من سطیل آب باید گیرم، بعد اکای اوبایدو من از سونکدانو گفته ایست که مالت قبل. اکای УБАЙДУЛЛО خیستن خانه آمدن که تو نگوی دلبر جان این خیلی نمیشه و دکنم دلی من یافتن براش. انا 7 نفر جمع شدیم کدام ما زن دوست داشته. از همه موفق ترین همین اسپکتاکل تلویزیونی خودمون من حرکت میکنم که همین چهره УБАЙДУЛЛО یغلوخ بینم، هیچ نمیشد. فوتوگرافیاش نغز است، اتوبیوگرافیش هم نغز است، حرفوگرافیش هم خیلی عجیب، کالیگرافیش هم زیبا، دیگه معقول نشد. در تئاتر بسیار پیشپا میدادن، رول نمیدادن. اعلام کردن که УБАЙДУЛЛО театri Оина میکشوید. در برابر شادروان کرامت‌الله قربان پدری من باید به قتل میرساندم. میدونید آدم کسل ماندم، خسته نبید، خستم داد زدم. УБАЙДУЛЛО اینقدر خدمت کردن به ملت. خدا رحمت کند، کارو بزرگ کردن که ما هممون میدونیم که یک روز نه یک روز مرگ فرا میرسد. میگفتگستند مردم که یک دیوانه کسب خود بود که امروز در بین ما نیست.